سلام، تو دومین روز چالش رژیم میوه با من همراه باشید. طبق معمول 1 لیوان آب خوردم، بعد از اون 1 لیوان آب جوش و همراه پودر دارچین و عسل. اینم وعده صبحونم هستش که سیب و دارچین. سیبو میتونید با پودر دارچین هم میل کنید. سالاد برای وعده ناهار که کاهو فرانسوی، گل کلم، هویج، خیار، گوجه و روغن زیتون و آویشن و پودر فلفل هم که میتونید بریزید به دلخواه خودتون و نمک. برای روز دوم سبزیجات مختلف خام یا پخته، سیب زمینی هم میشه خورد. سبزیجاتی مثل لوبیا پخته، هویج، بروکلی، خیار، کاهو، کلم پخته یا خام میتونید استفاده کنید. ممنونم که تو روز دوم چالش رژیم میوه با من همراه بودید.